سلام دوستان، من نازنین بدیعی هستم، رقصنده، طراح رقص و پژوهشگر رقص. در برنامه رقص دور از وطن یا دنس این دایاسپورا من مهمانان عزیز و هنرمندی دارم که در جای جای دنیا زندگی میکنن. از طریق این برنامه دوست داشتم که شما با دنیای رقص بیشتر آشنا بشین. توی این برنامه به مسائلی مربوط به مهاجرت، سختی هایی که بعد از مهاجرت رقصنده ها طی کردن تا بتونن این هنر والا رو زنده نگه دارن میپردازیم. از طریق گپ و گفت دوستانه‌ای که انجام میشه شما با دنیای رقص و با مسائل پشت پرده رقص بیشتر آشنا میشین. امیدوارم که این برنامه رو دوست داشته باشید. سلام آرزو جون، خیلی خوش اومدی به برنامه عزیزم. مرسی از دعوتت. مرسی. قربونت برم. اگر میشه خودتو یه کوچولو برامون معرفی میکنی لطفاً؟ من آرزو هستم. در حال حاضر 36 سالمه و لیسانس رشته معماریم و الان ترکیه زندگی میکنم. خیلی هم عالی عزیزم. آرزو جون بهمون میگه که تو کلاً از چند سالگی با رقص آشنا شدی و چطور شد که در واقع با رقص آشنا شدی؟ آیا یه علاقه بوده، یه استعداد بوده، یا اینکه اصلا داستانش چی بوده؟ من اول ژیمناستیک کار میکردم. از تقریبا 4 سالگی ژیمناستیک کار میکردم. بعد با یه کلاس رقص مادرم آشنا شد که اولش مادرم با همسایمون این کلاس رو میرفتن. همسایمون هم یه دختر کوچیک داشت. بعد تصمیم گرفتن که من و آوا رو اون دختر خانم کوچیک رو با هم دیگه بفرستن کلاس رقص به جای که خودشون برن. دیگه من از 9 سالگی وارد دنیای رقص شدم و خیلی شیفته این فضا شدم و کلاسامو حالا ادامه دادم تا نزدیک دانشگاه. یه چند سالی به خاطر دانشگاه مجبور شدم که کلاسامو ول بکنم، به خاطر اینکه تو رفت و آمد بودم. من اول دانشگاه نور قبول شدم، بعد یه مدت میرفتم دانشگاه نور، بعد انتقالی میگرفتم میمادم تهران. دیگه چون تو رفت و آمد بودم مجبور شدم که فضای رقص رو بذارم، کلاس رفتن رو بذارم کنار، ولی خب خودم همیشه میرقصیدم. بعد از یه مدت دوباره برگشتم به کلاس و ادامه دادم دیگه. خیلی هم خوب. و تا زمانی که بیای ترکیه کلاس‌ها رو مشغولش بودی توی ایران، درسته؟ بعد و عزیزم الانم بعد از اینکه خب مهاجرت آره. کردم چنان آنلاین دارم با استادم کار میکنم. چقدر عالی، خیلی هم عالی. میرسیم حالا به داستانت به مهاجرت و بعد از مهاجرت حتما. ولی آرزو جون، برای چون با چند نفر از دوستان صحبت کردم و کلا همیشه هم میشنیدم از این ور اون ور که توی اون سالهایی که، چون منم تقریبا همسن و سال تو هستم، توی اون سالهایی که ما بچه بودیم خیلی اینو شنیدم که دسترسی به کلاس رقص، حالا توی تهران و فقط بیایم صحبت بکنیم، خیلی کار آسونی نبود، خیلی آپشن وجود نداشت. و میخوام ببینم که تو چقدر این قضیه، همونطور که گفتیم مادرت حتما شنیده و این کلاس ها رفته، ولی آیا ثبت نام تو این کلاس ها سخت بوده یا چطور بوده؟ وقتی که وارد اون فضای کلاس شدی چقدر استقبال شده از اینکه تو رفتی توی اون کلاس ها؟ یه مقدار از فضای کلاس رقص در تهران و ایران اگر برامون تو اون سالا بگی ممنونت میشم. خب همونجوری که خودتون گفتین کلاس زیادی نبود که بخوای بری و اصلا خب این قضیه هم اوکی نبود که بخوای بری کلاس رقص. چرا؟ خب اون موقع کلاس های ایروبیک و اینا خیلی زیاد بود، یا همین ژیمناستیک خیلی طرفدار داشت، ولی خب کلاس رقص زیاد نبود. من با این کلاس که آشنا شدم، خب چون مثلا واقعا شاید از انگشتای یه دستمون هم کمتر بود تعداد کلاسایی که توی تهران میتونستیم شما بریم. کلاسا خیلی شلوغ بود، واقعا شلوغ بود. بعضی موقع حتی من یادمه که در خونه استادم باز بود و تو راه رو هم آدم بود.
تعداد بچه هم خیلی زیاد بود، ولی خب خیلی حرفه‌ای برخورد میکردن. از ما تست میگرفتن وقتی میخواستیم وارد کلاس بشیم و کلا روند کار استاد من خب به این ترتیب بودش که خیلی حرفه‌ای واقعا، با اینکه تعداد کلاس ها کم بود ولی خب حرفه‌ای هم برخورد میشد. ازمون تست گرفتن، جلسه اولی که رفتم توی اتاق تست گرفتن ازمون و من ادامه دادم. حالا اینجوری بودش که خب یه سریا می اومدن برای کلاسا که خب رقصیدن رو یاد بگیرن و اون کسایی که با استعداد بودن انتخاب می شدن و جزء گروه حرکت می شدن. یک روز مشخصی بود، اون موقع ها روزای سه‌شنبه بود برای ما، که بچه‌هایی که بیشتر استعداد که خب بیشتر انرژی میذاشتن توی این فضا، تمرین میکردن، پیگیرتر بودن، هدفمند کلاساشون رو میومدن، برای این گروه انتخاب میشدن و حالا کم کم اجرا میرفتن. اجراها هم اول اینجوری بودش که خب به صورت خصوصی بود و بعد دیگه شرایط این که بتونیم اجرا بکنیم به صورت با مجوز فراهم شد و خب تونستیم بریم اجرا. درسته. و آرزو جون به همون میگی که با چه سبک‌های رقصی توی ایران آشنا شدی و علاقت بیشتر کدوم سبک بوده؟ خب من توی ایران سبک‌های خیلی مختلفی کار کردم. کلاً چون رقصیدن رو دوست داشتم، از یه طرفم سفر زیاد میرفتم، همیشه دنبال این بودم که خب توی سفرام ببینم که خب اون منطقه‌ای که بهش سفر کردم چه شاخه رقصی داره، برم حتی 2-3 جلسه کلاس هم شده تو اون تایم سفرم برم و با فضای اون رقص آشنا بشم. هم توی ایران که بودم شاخه‌های مختلفی کار کردم. من با رقص ایرانی شروع کردم، بعد ترکیب رقص باله با ایرانی رو کار کردم، رقصای عربی رو کار کردم، رقص لاتین فلامینکو رو کار کردم، رقص آذری، رقص سما، بعد رقصای فولکلوریک رو که خب خیلی هاشو کار کردم. میگم به واسطه سفرهایی که میرفتم همیشه میرفتم، سعی قرار بود برم سمت کردستان، میرفتم میدیدم خب مدل لباساشون چجوریه، رقصاشون چجوریه، راجبش تحقیق میکردم و تمرین میکردم. میرفتم سمت بلوچستان، همین کار رو میکردم. کلا توی ایران چون شغل دومم تور لیدری بود، به واسطه سفرهایی که میرفتم رقصای محلی ایران رو که اکثرش رو کار کردم. بعد دیگه سفرهایی هم که خارج از ایران میرفتم، مثلا برزیل رفتم رقص سامبا یاد گرفتم، اسپانیا رفتم رقص فلامینکو یاد گرفتم. کلا توی این فضا زیاد بودم. از طرف یه سری شاخه‌های رقصی دیگه که به واسطه شغل همسرم چون کار موزیک میکردن فستیوال و اینا زیاد میرفتیم. یه دنیای دیگه ای از اجراهای خاص واقعا توی این فستیوالا باشون آشنا شدم که استفاده از یه سری اکسسوری خاص بود، رقصیدن با آتیش بود. اونا رو هم توی اون سفرهایی که حالا به اون فستیوالا میرفتم کم کم خودم شروع کردم باشون کار کردن و اونا رو هم یاد گرفتم. چقدر عالی، خیلی هم ممنون. اگر اشکالی نداشته باشه پس من یه مقداری از تجربیاتت میخوام استفاده بکنم که برای همه یه مقداری یه سری مسائلی روشن‌تر بشه عزیزم. و اینکه میتونی به همون بگی که تو در ایران وقتی که سفر میکردی دنبال رقص بودی چقدر با این قضیه مواجه میشدی که دسترسی به دانش رقص توی اون مناطق میتونسته کم باشه یا میتونسته نه برعکس خیلی باز باشه و در دسترس باشه؟ آیا نقطه‌ای از ایران بوده، منطقه‌ای از ایران بوده که احساس بکنی اینجا مثلا فرهنگ رقص چقدر بازتر هستش و چقدر راحت‌تر میشه یاد گرفت و دسترسی بهش آسان‌تر هستش؟ خب من بعضی موقع‌ها توی از کسایی که مثلا سفر میرفتیم، آدمای بومی اون منطقه، وقتی میپرسیدم راهنمایی میکردن، بالاخره شاید خودشون نمیرقصیدن ولی خب مثلا ویدیوهایی که خودشون به واسطه سوشیال مدیا داشتن و مثلا بهم نشون میدادن که من با اون مثلا رقص آشنا بشم. مثلا برای رقص بلوچی اولش اصلا هیچ ایده‌ای راجع به این رقص نداشتم. خب اونجام که خب یه مراسم عروسی رفتم، یه سری رقصا رو دیدم، یه سری از اجراشون رو دیدم. بعد که خب ازشون سوال پرسیدم، یه سری ویدیو اینا به من نشون دادن و من دیگه رفتم خودم تحقیق کردم و پیدا کردم. اکثر جایی هم که رفتم به همین روال بوده، یعنی به من
یا یه ویدئویی نشون دادن یا خودشون کسی جز رقص کردی و رقص آذری که خب خود همین الان هم واقعا خیلی از اجراها هستن که با رقص آذری اجرا میشن، یا رقص کردی خب خیلی رقصیه که دیده میشه. ولی خب رقصای دیگه ایران یا رقص مازندرانی و رقص گیلکی، خب اینا رقصاییه که خیلی دیده میشه و مشکلی هم نیست با اجرا کردنشون. ولی خب رقصای بلوچی کمتر یا رقص ترکمنی کمتر دیده شده و اینا رو من وقتی ازشون پرسیدم به واسطه ویدیوهایی که به معرفی کردن تونستم آشنا بشم با این فضا. درسته. یعنی میدونیم بیشتر میخواستم اینو بدونم که آیا کلاس رقصی در این مناطق هم وجود داشت که حالا با هر سختی ولی مثلا میتونستی پیدا بکنی؟ من کلاس رقص نرفتم، ولی در حال حاضر که خودم مثلا توی هشتگ‌های رقص‌های مختلف بومی میگردم میبینم که آره حتی تو همون بلوچستان کلاس رقص هست، توی اکثر جاها دیگه الان کلاس رقص، شیراز خیلی کلاس هست، جای مختلف ایران کلاسای رقص هستش. خب منم خیلی هاشون رو میشناسم که میگم به واسطه همین فضای سوشیال مدیا میشناسمشون یا سرچ هایی که کردم، ویدیوهایی که دیدم میبینم که آره کلاس هستش. درسته. و بعد آرزو جان ما یه صحبتی داشتیم راجع به دقیقا رقصایی که توی سوشیال مدیا خیلی پاپیولار میشن و خیلی دیده میشه و اگر که این رقص فولکلور باشه یا رقص مناطق باشه، خیلی وقتا عزیزانی که متعلق به اون منطقه هستن و واقعا وارد هستن با رقصای اون محله میگن که این رقصایی که توی سوشیال مدیا خیلی وایرال میشه و اینا خیلی اصولی نیستش و واقعا یه جورایی انگار که مثلا تحریف میشه رقصای ما. و میخواستم بدم تو چون هم سفر کردی هم اینکه آشنا شدی با این رقصا توی سوشیال مدیا، نظرت در این زمینه چی هست؟ خب یه سریاش آره یعنی عموم کلا این فضا همین شکلیه دیگه. عموم ویدیوهایی که شما میبینین منم باش موافقم، اینجوری هستش که تحریف شده باشه، ولی بازم به نظر من تاثیر مثبت خودشو میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه آدما جذب بشن به اینکه رقصیدن باشه تو زندگیشون یا اینکه لذت ببرن حتی از دیدن اون ویدیو. من خودم قبلا به خاطر اینکه خودم سعی کردم اصولی کار بکنم و اصالت هر رقص رو حفظ بکنم، حتی اگه خواستم مثلا ترکیب کنم شاخه‌های رقصی ها، اول اصالت هر رقص رو یاد بگیرم و بعد بیام حرکت ها رو با هم دیگه مثلا ادغام بکنم. موافق این قضیه بودم. قبلا خیلی منم مخالف این بودم که نباید این اتفاق بیفته، نباید اینجوری باشه، باید مثلا فقط رقص آذری فقط همون حالت خودشو داشته باشه و اصالتش قشنگ حفظ بشه. ولی بعد از یه مدت دیدم که خب نه، اون کسایی که حتی به صورت عمومی تر میان این رقصا رو اجرا میکنن طرفدار بیشتری دارن تا اون کسی که توی کلا تو فضای سوشیال مدیا به نظر من اون کسی که خیلی حرفه‌ای کار میکنه ممکنه دنبال کننده حتی نداشته باشه به اندازه اون کسی که خیلی عمومی تر کار میکنه و شاید یه بخش کوچیکی از اون الان حالا در مورد رقص صحبت میکنی، اون رقص رو اصالت اون رقص رو یاد گرفته باشه یا حتی خیلی تکراری کار بکنه، مثلا همه ویدیوهایی که وایرال میکنه شبیه به هم دیگه باشه. ولی بازم به نظر من اون داره تاثیرگذاری میکنه تو فضای رقص و همین ارزشمنده، شاید و داره این فرهنگ سازی رو میکنه. حالا شاید و اون کسی که طرفدار این قضیه میشه اگر دوست داشته باشه این دیگه باید هدف خودش باشه که بره ادامه بده و پیدا کنه، پیشرفت بکنه توی اون شاخه‌ای که انتخاب میکنه. همین اون آدم داره این تاثیر رو میذاره، به نظر من مثبته. حالا اینکه تو بری چقدر تحقیق کنی، دانشت بالا بره راجع به اون دنیای رقصی که انتخاب میکنی، این دیگه به نظر من وظیفه خودته. درسته. خیلی باهاش مخالف نیستم اصلا. متوجه حرفت هستم. فقط اینکه شاید گاهی وقتا این دوستانی که همونطور که گفتی به صورت عمومی‌تر یه چیزی رو معرفی میکنن، شاید بد نباشه که فقط برای اینکه یه وقت حق کسی ضایع نشه، مخصوصا میدونید رقص‌های مناطق معمولاً خب به هر حال یه ذره دسترسی بهشون کمتره، مگر اینکه تو خودت متولد اون ناحیه اون منطقه باشی که با اون فرهنگ آشنا باشی.
فکر می‌کنم خوبه که مثلا یک توضیحی راجع به این قضیه بدن که اون چیزی که می‌بینین در واقع شاید الهام گرفته هستش از این مناطق، یا مثلا تا حد کوچیکی داره این رو چیز میکنه، یا اینکه اگر مثلا میشناسن سورس هایی که تو میتونی از طریق اونها اگر علاقه‌مند هستی مثلا دارن که فرم آذری رو نشون میدن، که مثلا اگر بیشتر میخواین بدونین یا مثلا با فرم واقعیش میخواین آشنا بشین یا با فرم اصلی‌تر اگر کسی رو میشناسن شاید بد نباشه، چون سوشیال مدیا یکی از کاراش هم اینه که به هر حال اطلاع رسانی هم بکنه. ولی من احساس میکنم بیشتر میخوان که دیده بشن، در صورتی که میدونی یعنی یه جورایی مثلا وام گرفته میشه از این ور اون ور برای دیده شدن خودشون، نه برای معرفی رقص های متنوع. این به نظر من اجتناب ناپذیره که اون شخص بیاد این توضیح رو بده. اون توی صفحش دوست داره اینو نشون بده به نظر من. و من خودم راجع به رقص باله بگم، خب من وقتی توی ایران باله رو شروع کردم خیلی محدودیت برای باله وجود داشت و خودم علاقه من شدم بهش و رفتم هی تحقیق کردم، ورکشاپ های مختلف رفتم، کلاس های مختلف رفتم، سرچ کردم راجبش، خوندم، مطالعه کردم و بهش رسیدم. شاید منم خیلی جاها توی خیلی از شاخه‌های رقصی مثلا شاید به پوسته اون رقص رسیده باشم یا شاید خیلی چیزای اشتباهی یاد گرفته باشم، ولی این که برم دنبالش وظیفه من بوده، به عنوان کسی که این هدفش شده. و واقعا نمیتونیم از همه توقع داشته باشیم که بیان خیلی اصولی کار کنن یا حق کسی ضایع نشه. خب اون کسی که فکر میکنه خیلی دانش بالایی داره و داره حقش ضایع میشه، خب بیاد اونم این فرهنگسازی رو از جانب خودش بکنه. من یه فضای بازیه که هر کسی تاثیر خودش رو میذاره و هر کسی میتونه دنبال این باشه که از چه کسی تاثیر بگیره. درست. ما نمیتونیم بگیم اون آدم تاثیرگذار نباشه به خاطر اینکه خب مثلا این توضیح رو نداده باشه. درست. یعنی حتی شما فکر میکردم ولی خب وقتی بیشتر و بیشتر به خصوص بعد از اینکه مهاجرت کردم توی ایران که بودم که خیلی مدلی مثل شما فکر میکردم واقعا، و چون میدیدم که خب یه سریا خیلی تلاشی نمی‌کنن برای اینکه خودشون رو آپدیت کنن و بعد بیان آموزش بدن. و مثلا میگم من یا اون گروهی که توش کار میکردیم خیلی تلاش میکردیم برای اینکه به روز باشه، اطلاعاتمون درست باشه، اصولی باشه و آموزش بدیم و میدیدم که خب مثلا اونا خیلی طرفدار دارن، ممکن ما اونقدر طرفدار نداشته باشیم. برای منم این طرز تفکر بود یا ممکن بود که مخالفت بکنم با یه سری از گروه‌های رقصی اینا، ولی الان از بعد از اینکه مهاجرت کردم واقعا به این نتیجه رسیدم که نه، این فکر اشتباهیه. حالا برای خود من هر کسی که میتونه به هر نحوی تاثیر بذاره باید تاثیرشو بذاره. اون کسی که علاقه من میشه وظیفه خودشه که بره جستجو بکنه، پرسجو بکنه، تحقیق بکنه. چون خودم هم این قضیه رو خیلی تجربه کردم. در حال حاضرم الان وقتی اینجا خب کلاس باله میرم میبینم که اون انرژی که حتی من توی ایران برای بچه‌ها میذاشتم و اصلا نمیذارم. خیلی کلاس ها اصولیه، خیلی همه چیز دقیق آموزش داده میشه ولی فقط گفته میشه، کسی نمیاد تلاش بکنه برای تو که این وظیفه توه به عنوان یک هنرجو، به عنوان یک کسی که این دنیا رو دوست داره بره تمرین بیشتر بکنه، تحقیق بکنه راجع به اون تکنیک یا حتی اصولی رو بدن خودش اجرا بکنه. شاید فقط بهت بگم مثلا تو داری این حرکت رو اشتباه میری، همین. کسی نیاد وایسه خیلی برای تو توضیح بده. میدونی به خصوص وقتی کلاسای اینجا رو مداوم رفتم و دیدم فهمیدم که نه، خب تو اگر دوست داری خودت باید بری دنبالش. همش باید از اون کسی که داره تاثیر میذاره ما این توقع رو داشته باشیم همه چی رو باز برای ما توضیح بده. درسته، من فجأه حرفت هستم. تا حدودی باید موافقم ولی تا حدودی هم موافق نیستم. از اون لحاظ که ما داریم راجع به یک کشور بسته‌ای صحبت میکنیم که رفتن و تحقیق کردن در مورد مسئله رقص مسئله نیستش که در خارج از ایران تو به راحتی میتونی بری 10 تا کلاس رو با هم مقایسه بکنی، کتاب در موردش وجود داره بخونی. میدونی ما توی یک کشوری داریم راجع به مسائل رقصش صحبت میکنیم که بسیار خفقانه و من احساس میکنم توی یه همچین شرایطی وظیفه هنرمند یه مقداری سنگین تر هستش تا خارج از کشور. و بعدم دوباره تاکیدم روی رقص مناطق هستش، نه روی هر استایل رقصی، چون بحث سلیقه وجود داره واقعا و بحث
اینکه از نظر تو ممکنه یه حرکتی درست باشه یا یه استایلی خیلی هم قشنگ و زیبا باشه، از نظر من نباشه. بحثمون روی این مسائل نیست، ولی در مورد مناطقی که همه جوره داره بهشون ظلم میشه، من احساس میکنم که اگر بخوای از هنرشونم اشتباه در جهت دیده شدن خودت استفاده بکنی، من خیلی نمیپسندمش راستش بخوای. ولی این میدونیم این فقط نظر من هستش و کاملا هم همیشه اوکی هستش که نظرات اتفاقا با هم مخالف باشه و به نظرم خیلی خوبه که فقط حرف همدیگر رو بشنویم و اصراری هم نداشته باشیم، ولی با دیدگاه‌های مختلف با همدیگه صحبت بکنیم، راجبش آشنا بشیم. و بعد آرزو جون به اینجا برسیم که این همه سبک رقصی که توی ایران کار کردی، از بین اینا و چند تایی رو که از طریق سفرها خارجی در واقع باهاشون آشنا شدی، بعد از امتحان کردن اینا یعنی به اینجا رسیدی که بیشتر با کدوم سبک رقص در واقع دوستشون داشتی یا سبک رقصی تو بودن، میدونی؟ یا اینکه آیا باعث شد که سبک رقص ایرانی یه مقداری به سمت تلفیقی مثلا بره؟ من باله رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه به هم لایف استایل میده و یک نظمی به هم میده که بتونم همش اون روتینم رو رعایت بکنم و استایلم رو خیلی خوب میکنه برای اینکه بتونم رقص رو یاد بگیرم و انگار اون هوش رقصی رو بالا میبره. رقص ایرانی رو خیلی دوست دارم چون اون حس زنانگی، لوندی واقعا توی رقص ایرانی هستش و فضاش به انقدری کامل هست که نخواد تلفیق بشه. چرا؟ با باله تلفیقش میکنم، خب کاریه که همه جای دنیا اتفاق میفته، ممکنه اون رقص اون منطقه با رقص باله ادغام بشه و اجرا بشه، خب این کار رو کردم. با رقص سما که خب نزدیک بهشه و ممکنه توی یه سری از ریتمای موسیقی سنتی اصلا نیاز باشه بهش، تلفیقش کردم. با رقصای مدرنی که حالا متفاوتی که تلفیق شده با مثلا اجرای این رقص با شال، یا حتی من مثلا اومدم رقص باد بزن پارچه فنویلز رو روی موسیقی‌های ایرانی اجرا کردم. خب در ارتباط با همون صحبت قبلیمون، به نظر من وقتی که رقصای تلفیقی اومد و رقصای مدرن اومد، ناخودآگاه این اتفاق میفته. حالا میدونم که شما از این قضیه ناراحتین به خاطر اینکه سازمان مشخصی نیستش که خب اول اصالت اون رقص مشخص بشه، بعد حالا تلفیق شدنش ایرادی نباشه. فکر کنم منظور شما همینه. خطه‌های نزدیک به ایران هستن که حالا اون اصالت رقص حفظ شده توشون و مانعی هم ندارن برای اینکه اون رقصا رو اجرا بکنن. فکر میکنم در حال حاضرم رفرنس خیلی از رقصنده ها باشن این مناطق، چون برای خود من که بوده این قضیه. مثلا من برای رقص آذری رفتم باکو دوره گذروندم، خب خیلی نزدیک بود بهش و خیلی اطلاعات خوبی هم تونستم بگیرم. میتونیم بالاخره، میدونم دوست داریم که ما این مؤسسه باشه که رقصامون ثبت باشه و بتونیم اصالتش رو حفظ کنیم. به خصوص برای رقص ایرانی من خودم این قضیه رو خیلی دوست دارم، چون خیلی فرق هست بین رقصنده هایی که داخل ایران کار میکنن و رقصنده هایی که خارج از ایران کار میکنن. من قشنگ اگه یک ویدیو ببینم میتونم بفهمم که این رقصنده یه که رقص ایرانی رو داخل ایران یاد گرفته یا خارج از ایران کار کرده. برای همین منم دوست دارم این قضیه، ولی بالاخره میشه پیدا کرد باز اگر هدفت باشه. و از جایی که رقصای تلفیقی اومدن، میدونم که هر کسی دوست داره که اون اصالت رقص رو داشته باشه، ولی الان خیلی دنیا داره میره به سمت اینکه رقصای تلفیقی رو بیشتر کار بکنه. من خودم میگم اصالت هر رقص رو خیلی دوست دارم و سعی میکنم که اونو رعایت بکنم، ولی نه، یه جاهای رقصای تلفیقی هم دوست دارم. مثلا دوست دارم که روی یک آهنگی که میشنوم یه نوآوری داشته باشم، مثلا از همون باد بزن پارچه‌ایم استفاده کنم. ممکنه موسیقی ایرانی باشه ولی من از باد بزن پارچه‌ای استفاده کنم، حالا یه سری از تکنیک‌های رقص ایرانی هم باهاش تلفیق کنم و اجرا بکنم. درسته، خیلی هم عالی عزیزم. البته من یه کوچولو دوباره نمیخوام خیلی راجع به این قضیه صحبت بکنم، ولی اولا نظر من که کلا
فقط نظر منه، در حد یک فرده. و نه دوم ما این که داریم با من هم دیگه به اشتراک آره میذاریم دقیقا، ولی کلا. دوم این که میخواستم بگم من خودم اتفاقا جزو آدمایی هستم که بسیار علاقه‌مند به نوآوری هستم و فکر میکنم که خیلی هم خوب نیستش که یک جا وایسیم و یک کاری رو بکنیم. بله ولی حرف من بیشتر مسئله سوشال مدیا بود و اینکه بله خوبه که آدم فقط به فکر دیده شدن خوده. وقتی ما داریم یه چیزی رو که متعلق به یک فرهنگ هست بله اجرا میکنیم و اون فرهنگ صدایی نداره، میدونی صداشو هی دارن خفه میکنن، خوبه که آدم مراقب تر باشه. فقط بحث من توی اون زمینه بله هستش. ولی آره نه، من خیلی اتفاقا دوستم و رقصایتون هم دیدم بسیار جذاب و جالب هستن اتفاقا. مرسی و یه ممنون مسئلهش هم لطفی. همین هستش که به نظر اون مسئله یه اشاره کوچیکی بهش کردی که بعضیا مثلا رقصایی که میذارن خیلی وقتا ممکن تکراری هم باشه و بله واقعا این به هر حال رقص یک هنری هستش که قرار دیده بشه، بصری هستش و در نتیجه باید درش تنوع وجود داشته باشه به نظر بله من. به اضافه اینکه الان من فکر می‌کنم یه سری بحثایی رو آدما دارن با رقصشون بیان میکنن که تو دیگه نمیتونی محدود به 4 تا حرکت رقص ایرانی باشی، میدونی، بله در نتیجه مجبوری که یه سری چیزای دیگه ای هم بیاری و باهاش واردش بکنی. و همین بیشتر دوست داشتم که بدونم که سبک تو بعد از این همه امتحان کردن سبک‌های مختلف، می‌خواستم ببینم نتیجهش در واقع چی شد و به کجا رسید که توضیح دادی که یه مقداری به سمت. کلا هم نمیتونم بگم یک سبک و دوست دارم، چون هرچی بیشتر تحقیق کردم و امتحان کردم واقعا بعضی موقع میشینم فکر میکنم میگم شاید حتی تو صفحه خودم مثلا بشینم نگاه کنم بگم چقدر همه چی امتحان کردم ولی از همشون لذت بردم و تو هر فضا یک لذتی واقعا برای من بود و سعی کردم انرژی بذارم براش. حالا یه سری رقصا رو خیلی بیشتر براشون انرژی میذارم، یه سری ها کمتر و تو همون ساعتی که خودم هستم نشونشون دادم یا اجراشون کردم. ولی هر شاخه رقصی رو که کار کردم یه حسی به من داد. میگم مثلا همون رقص باله به هم لایف استایل داد، رقص ایرانی لوندی و زنانگی و این حس رو بهم داد، رقصیدن با آتیش اون حس کاریزماتیکی که مثلا نیاز داری و بهت میده. هر شاخه رقصی انگار یه چیزی به تو اضافه میکنه. خب من اگه این انرژی که گذاشتم روی شاخه فقط یک شاخه رقصی میذاشتم شاید خیلی حرفه‌ای تر بود، ولی لذت بردم از اینکه شاخه‌های مختلف رو تجربه کردم، یعنی اینو بیشتر دوست داشتم. درسته، خیلی هم عالی، واقعا مرسی، ممنون. به خاطر اینکه ممکنه که به صحبت‌های ما عزیزانی گوش بدن که خیلی با رقص درگیر نیستن، امتحانش نمیکنن و شاید این بحث جالبی باشه که هر رقصی به قول تو، هر سبکی یک انرژی داره و وقتی بله آدم داره انجامش میده واقعا با یه بعدهای دیگه از خودش آشنا میشه که شاید اصلا غریبه بوده و این یکی دقیقا. از خاصیت‌های خوب رقص هستش. و آرزو جون، این مسئله که اشاره کردی که باله رو به این علت دوست داری که در واقع یک استایلی بهت میده، بله یه ذره بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنی که در واقع باله چی کار میکنه، خاصیتش چی هست که باعث میشه که این استایل رو میده به رقصنده؟ خب توی رقصای دیگه هم میشه این باشه، ولی خب اینجا خیلی فضا بیشتره. من همیشه بهش میگم باله یه رقصی که انگار تو هیچ وقت به اون لولی که میخوای نمیرسی، رقص نرسیدنه انگار، و این نرسیدنه هی تو رو بیشتر مثلا بهت هیجان اینو میده که بیشتر تمرین کنی، بیشتر تلاش بکنی براش و من این حس رو ازش میگیرم. ولی خب خیلی همه اون چیزی که نیاز داری توش هستش و اگر اصولی کار بکنی نیاز به یه ورزش داری، خب داره، نیاز به انعطاف داری توش داره، نیاز به حفظ تعادل داری توش داره، نیاز به چرخ داره، نیاز به پرش داری توی این رقص هستش، نیاز به اجرا داری، نیاز به این داری که اکت داشته باشی، کاراکتر داشته باشی، خب توی این رقص هستش. و من با فضای رقص باله خب خیلی اینا رو یاد گرفتم و بیشترین تاثیر رو برام داشت و اون روتین منظمی که تو باید رعایت بکنی باز به تو یه حس خوب میده. میدونی دیگه، خب روتین داشتن برای آدم ها خیلی مهم میتونه باشه. اون نظم زندگی تو میتونی بگیری به عنوان یک رقصنده.
باله خیلی این حس رو به من داد. شاید خیلی از کسایی که پیش من اومدن و هنرجوی رقص شدن با شاخه‌های مختلف رقصی اومدن، ولی من همیشه همه رو پوش کردم که بیاین دنیای باله رو تجربه بکنین. چون ممکن بودش که مثلا میگم یه کسی که صرفاً میومد رقص ایرانی رو یاد میگرفت، اون استایل درستی که باید داشت رو نمیتونست حفظ بکنه. ممکن بود که بعد من میوردمش توی رقص باله، توی رقص باله ممکن بود اونقدر موفق نباشه، ولی چالش‌های این رقص باعث میشد که رقص ایرانی رو به نظر من بهتر اجرا بکنه، یا استایل کسی که رقص باله رو کار میکرد و شاخه‌های دیگه رقصی رو کار میکرد خیلی متفاوت بود با اون کسی که صرفاً میاد و اون شاخه رقصی رو کار میکنه. به نظر من نیازه، به خصوص اگر بخواین که اجراهای خاص داشته باشه، مثل همون اجراهایی که خب مثلا من رو صحنه‌های فستیوالا میرفتم، تکنیکای باله خیلی به من کمک میکرد، چرخایی که داشت یا اون هوشی که به من داده بود برای اینکه این رقصا رو یاد بگیرم. بعضی موقع من حتی با دیدن خیلی از رقصنده های حرفه‌ای تو همین فستیوالا میتونستم حرکتاشون رو بفهمم چی و یاد بگیرم ازشون بدون اینکه حتی باشون کلاس داشته باشم. میگم خیلی توی همه اینا برای من تاثیر داشته. واسه همینه که من روتین منظم زندگیم بر اساس رقص بالاست، ولی خب رقصای دیگر هم تمرین میکنم و ممکنه که خیلی از جاها رقص بالا رو ادغام بکنم. خیلی هم عالی، مرسی از توضیحاتت. و آرزو جان ببخشید من حالا میرسیم به مسئله مهاجرت، چون خیلی چیز مهمیه و خودت یکی از مهمترین ویژگی‌های مهاجرت و اولش راجبش صحبت کردی که طرز فکر آدم عوض میشه و دقیقا. حالا به این مسئله میپردازیم، ولی قبل از اون میخواستم این سوالم ازت بپرسم، چون چیزایی که رقصنده ها زیاد کسایی که آموزش میدن زیاد این مسائل رو باش روبرو میشن و میخواستم نظر تو و تجربه تو هم در این زمینه بدونم. فکر میکنی که چقدر لازم هستش برای یک کسی که تا حالا توی زندگیش نرقصیده و میاد و با تو آشنا میشه، چقدر زمان براش لازم هستش تا اینکه به یه سطحی برسه که سطح قابل قبولی توی رقص باشه، و اینکه آیا شده کسانی خیلی بیان به تو مراجعه بکنن و انتظار داشته باشن بعد از چند ماه مثلا توی گروه رقص اجرایی تو باشن و جوابت معمولا چی هستش؟ طرز فکرت چی هست توی این زمینه؟ من خودم چون اصلا آموزش دادن رو از اینجا شروع کردم که خب خودم خیلی توی این فضا لذت بردم و واقعا زندگیم خیلی قشنگتر شد با وجود رقص، و آموزش دادن رو به این دلیل شروع کردم که بقیه هم این حس رو تجربه بکنم. فقط و فقط به این دلیل آموزش دادن رو شروع کردم و خیلی هم محدود کار میکردم، چون سفر رفتن یه بخش مهمی از زندگیم بود و نمیتونستم آخر هفته مثلا سر کار باشم، واسه همین کار کردنم هم محدود بود، فقط به این دلیل که این حس تجربه به بقیه هم منتقل بشه و اونا هم رقصیدن رو تو زندگیشون داشته باشن. برای همین کسایی که با هم کار میکردن خیلی پشتشون بودم، خیلی تلاش میکردم که زودتر به این نتیجه برسن و همیشه سعی میکردم که سختگیر بودم، خیلی سختگیر بودم توی آموزش دادن، حتی خیلی جا خیلی ممکن بود جدی بشم، ولی کمک میکردم، حتی با همون سختگیری کمک میکردم که زودتر به اون تجربه اجراه برسن. چون خب رقصیدن، کلاس رفتن یه بخش قضیه است، اجرا کردن واقعا یه حس اعتماد به نفسی بهت میده که باعث میشه که رقصیدن تو زندگیت باشه. برای خیلیا ممکن بود اگر اجرا نمی کردن هیچ وقت رقص رو تو زندگیشون نگه نمی داشتن و مثل یک کلاس ورزشی رفتن، یک کلاس تفریحی رفتن تموم می شد. برای همین من خیلی پوش می کردم اتفاقا بچه ها رو که جز گروه باشن، یعنی این کار رو خودم می کردم، البته بهشون حق انتخاب می دادم، ازشون می پرسیدم که دوست داری اینو تجربه بکنی یا نه. ولی خب تلاش میکردم به خصوص از یه جایی بعد تمام دور و بریای خودم، تمام دوستای خودم همه به سمت رقص اومده بودن. حتی سعی میکردم یه جایی که بودیم دخترانه دور هم دیگه جمع بشیم، بیایم بچه‌ها اینو با هم دیگه تمرین کنیم، بیایم با هم دیگه این لباسو درست کنیم و اجرا کنیم، و سعی میکردم انقدر از این فضاها براشون درست بکنم که یعنی به عنوان یک رقصنده زندگی بکنن. خب کسی که به عنوان یک رقصنده زندگی میکنه یه بخشش کلاس رفتن، یه بخشش تمرین کردن، یه بخشش کاستوم خریدن و یا درست کردن، یه بخشش اجرا کردن،
و سعی میکردم تمام این جنبه های این فضا رو تا حالا حد دانش خودم به اونا منتقل بکنم که تو زندگیشون بمونه رقصیدن. مرسی، ممنونم. به خیلی خیلی به نکات مهم و جالب اشاره کردی و خیلی طرز فکر خاص خودت رو داشتی تو این زمین، چون من با دوستان دیگه هم که صحبت میکردم تو این زمینه ها این مسئله که اشاره کردی که اجرا رو در واقع تو بهشون ساجست میکردی که بیاین و خودتون رو برسونین به این لول که این رو هم تجربه بکنین، و همونطور که گفتی به نظر منم تکمیل نمیشه تجربه رقصنده بودن تا زمانی که تو اجرا بکنی و با اون ترس روبرو بشی یا با اون اشتیاق و اون حس روی استیج بودن یا دو نفر دارن نگاهت میکنن روبرو بشی. یه و جا این ممکنه خیلی تشویق بشی، خب اون اعتماد به نفست بالاتر بره و بگی که خب به خودت مطمئنتر بشی، لذت ببری از زمانی که گذاشتی. یه موقعی دقیقا ممکنه که نه خودت بری اجرا بکنی و ببینی که موفق نبودی تو اجرات، خب پس درسته. میفهمی که باید بیشتر تمرین کنی، بیشتر انرژی بذاری. همه جوره برای یک رقصنده مثل یک امتحان سنجش خودته درسته. که کجای کاری چقدر باید انرژی بذاری، چقدر موفق بودی. و به نظر من لازمه ایمونه این کاره. حتی من به بچه‌ام بعضی موقع میگفتم با جلو آینه بر خودتون اجرا بکنی، ببین از بدن خودت تو آینه لذت میبری، ببین از حرکت رو بدنت نشسته خودت اگر لذت بردی یعنی خب اینو یاد گرفتی. درسته. و آرزو جان، حالا یه سوالی، آیا اینطوری بوده که با کسی هم روبرو بشه که خیلی هم این منطقی که تو داری میگی در مورد یه کسایی صدق میکنن که واقعا رو راست هستن، حالا هم با بله. خودشون هم با دیگران، ولی آیا شده مثلا با کسایی مواجه بشی که احساس کنی که خب ببین مثلا هنوز در حدی نیستی واقعا که از لحاظ تکنیک، حالا فقط داریم صحبت میکنیم فعلا، که مثلا در حد اجرای مثلا عمومی باشه، نه اینکه مثلا در یک جمع خانوادگی یا در یک جمع دوستانه باشه، ولی خودشون این باور رو داشته باشن که نه هست. آیا شده با همچین آدمایی روبرو بشی؟ تو ابتدای کار نه، ولی این پیش اومده، خیلی پیش اومده که بعد از اجراها خیلیام این فکر رو کردن که خب پس من عالی شدم، پس دیگه نیاز به کلاس ندارم، یا پس من دیگه چون اجرا رفتم خودم مربی رقصم، تجربهم زیاد شده. اینو خیلی تجربه کردم و خیلیا بودن که دورم این اتفاق افتاده. و بعضی موقع حتی خیلی بهم گفتن که تو نباید مثلا این کار رو میکردی، ولی من گفتم نه، من دوست داشتم تمام جنبه های این فضا رو به اون طرف نشون بدم. و مسلما خب هر کسی جواب کار خودش رو میگیره دیگه. اگه یه کسی خیلی ایگوش بالا بره یا فکر کنه که خب خیلی الان اتفاق مهمی افتاده، خب از پیشرفت کردن میمونه. یعنی تو هر جایی که فکر کنی، من خودم هنوز از 9 سالگی کار رقص میکنم و حالا یه چند سالی این وسطش از فضای کلاس ها دور بودم، ولی الان نزدیک شاید 14-15 ساله که مداوم توی این فضا هستم. هنوز خودم هنرجوم و هنوز اساتیدم رو دوست دارم باشون کار بکنم. هیچ وقت فکر نکردم که خب پس این آدم دیگه برای من بسه، یا همیشه سعی کردم یاد بگیرم. ولی خب بودن کسایی که دور من این فکر رو کردن، خب باعث درجا زدن نشون میشه دیگه به نظر من. خیلی هم عالی، مرسی. من این نگاه تو خیلی دوست دارم، هم توی بحث قبلی وجود داشت و هم توی این بحث وجود داشت، و اونم اینه که تو کاری که احساس میکنی از دستت برمیاد در واقع انجام میدی و چه بسا بیشتر از اون هم انجام میدی، میدونی، چون خیلی ها بله. هستن که مانع میشن از اینکه حالا کسایی که به نظرشون در سطحی نیستن که آمادگی اجرا رو داشته باشن اجرا بکنن، یعنی هیچ وقت اجازه این تجربه رو بهشون نمیدن، ولی تو برعکس در واقع این اجازه رو بهشون میدی و احساس مثل اون خودش مثل یک صافی عمل میکنه که اگر که تو آخه توی به نظر من تو رابطه با آدم یه تایم محدودی داری. حالا تو اون تایمه میتونی من دوست دارم هر تجربه‌ای که دارم رو منتقل کنم و همیشه تشویق کنم که خب اونم این تجربه رو بکنه، حالا که وقتشو گذاشته، حالا که هزینهشو داره براش داره هزینه میکنه، بهترین استفاده رو ببره. خب بعضی جاها خب سختگیری میشه، ولی خب بازم پشتشون بودم که این تجربه رو دوست داشتم که این کار رو بکنم آره، براش. متوجه هستم. ولی حالا آرزو جون، ببین خیلی مطالب خیلی خوبی رو راجبشون بهش اشاره میکنه، من هی دوستم راجبشون صحبت بکنم، ولی یه کوچولو دیگه اینو ادامه بدیم و بریم سراغ یه باش. مبحث دیگه، و اون اینه که اگر مثلا فرض رو بر این بذاریم که
تعداد آدم‌هایی که میان کلاس رقص، مثلا تو یک مربی رقص هستی و تعداد آدم‌هایی که میان اونقدری هم نیست، میدونی، یعنی مثلا یه تعداد محدودی میان بله. و تو با همین تعداد محدود تمام انرژی تو میذاری، خیلی خوب کار میکنی، میرسونیشون به جایی که باید اجرا بکنن و این شغل تو هست. خب بله. و تو یه گروه رقصی برای خودت تشکیل دادی که خب حالا اجرا میرین و اینم یکی از جنبه های مهمه در واقع شغل تو بله. هستش. و بعد از اجرا دقیقا همین اتفاقی که میگی میفته، اونم اینه که یه عدهشون میگن که خب دیگه ما اجرا کردیم، بعد از اولین اجرا خب ما الان دیگه از این گروه هم میخوایم جدا شیم، میخوایم بریم کلاس خودمون رو باز بکنیم، ما خودمون الان مربی هستیم. و تو در واقع تمام اون زحماتی که کشیدی، سالهایی که گذاشتی که یک گروهی رو برای خودت تشکیل دادی، این از هم میپاشه. و میخوام ببینم توی همچین شرایطی چقدر روی این حرفی که زدی که دوست داری همه تجربه ها رو منتقل بکنی و بهشون اجازه اجرا بدی، تا چند دفعه فکر میکنی که حاضری که این کار بکنی و آیا نظرت عوض میشه که بگی که نه، من میام یه اصولی رو میذارم و اونم اینه که میسنجم ببینم که از لحاظ شخصیتی آیا این آدم آدمی هست که یه دفعه دچار این توهم نشه که کافی بوده و بعد بره دنبال، میدونی، گروه تشکیل دادن خودش و اینجور چیزا. میخوام ببینم اثر میذاره روی طرز فکرت. به نظر من سخت‌ترین قسمت مربی بودن همین قسمته که تو یه تلاشی برای یه شخصی میکنی و بعد این اتفاق میفته، چون مثل یه بچه‌ای میمونه که تو اووردیش توی این فضا، حالا بهش همه چیزا رو داره یاد میدی، اون بزرگ میشه و دیگه پیش تو نیست. من خودم به این قضیه به دیده ترک وابستگیات نگاه میکردم، چون خب خودم هم خیلی اوایل به خصوص وقتی سنم پایین تر بود خیلی ناراحت می شدم، میدم من این همه انرژی گذاشتم و دیگه خب اون شخص پیش من نیست، اون بچه‌ای که بزرگ کرده دیگه پیش تو نیست. و بعدها همینجوری با تکرار این تجربه به این نتیجه رسیدم که من این تاثیر رو تو زندگی اون گذاشتم. خدا رو شکر که بره ادامه بده، بره توی گروه دیگه و همچنان تو فضای رقص باشه، بره آموزش بده، بره یاد بگیره. یعنی بعدش اینجوری شدش که ناراحت میشم هنوزم، نمیگم ناراحت نمیشم، چرا خیلی ناراحت میشم، خیلی تجربه سختیه برای یه مربی، ولی من نمیتونم اون آدمی باشم که توی کلاسام کم یاد بدم، چون احتمال میدم اون همچین اخلاقی داشته باشه. من اصلا این مدلی نیستم و تا جایی که بتونم، حتی با اینکه میدونم بعضی موقع حتی مطمئن بودم که مثلا ایشون قراره که دیگه با من که رقصیدن رو ادامه نده، سعی می‌کردم یه جوری بهش بگم که اگر یه موقعی نخواستی با من ادامه بدی، مثلا این خیلی کارش خوبه، برو پیش این کلاسه رو من میشناسم، مثلا مربیشو میشناسم، آدمیه که خیلی تلاش میکنه، برو از اون یاد بگیر. سعی میکردم یه جوری راهنمایی بکنم. و یا اینکه همین که الان میبینم خیلی از هنرجوها ممکن اکثرشون الان دیگه خیلی هستن که الان دیگه با من ادامه ندادن فعالیتشون. اون کسی که مثلا 5 سال پیش من کلاس میومد، 8 سال پیش من کلاس میومد، الان دیگه پیش من نیست. حتی ممکنه من دلم براش تنگ بشه، ولی وقتی میبینم داره تو فضای رقصه و همچنان داره ادامه میده، این برام لذت بخشه. یا اگه ببینم رفته برای خودش گروه زده دیگه با منم حتی نمونده، خب بالاخره اون هنوز تاثیر کار منه و من انگار تکثیر شدم، این برای من لذت بخش. مرسی آرزو جان، خیلی و منم خیلی دیدگاه هم راجع به این قضیه عوض شد. اینا همه دیدگاهاییه که خب هرچی من تجربهم بیشتر شد، یا حتی به واسطه مهاجرت یا تجربه های متعددی که پشت سرم کردم، منم این درس رو گرفتم. چقدر جالب، چون خیلی ها هستن که توی این فضا کار میکنن و میدونی هنوز اینطوری نمیتونن به ما، یعنی با خودشون میگن این یک انرژی که من دارم میذارم و قراره که با همدیگه یک تیمی هستیم که داریم این کار رو میبریم جلو و هر کسی اگه بخواد وسطش یه دفعه استاپ بکنه یا از من جدا بشه و اینا، خب خیلی اینو نمیپسندن. و به قول تو یه اتفاق بعدش اینه که همون کم درس دادنه، یا اینکه میدونی برای اون آدم یک لیمیتی رو تعیین میکنن، چون میدونن که این آدمی نیستش که توی این فضا با من بخواد باقی بمونه و این اتفاق بدی هستش به نظر من. به نظر من معتقدم هر چقدر هنرجوی من پیشرفت کنه، من مربی پیشرفت میکنم، چون من هر آنچه که بلد باشم به هنرجوم یاد میدم، چون اگر اون قوی بشه من مجبورم قوی بشم و این به نفع منه. درسته.
درسته. من چون اینجوری فکر میکنم دوست آره. دارم که اتفاقا اصلا دوست دارم که زودتر دوره بیسیک تموم شه، همه بیان تو پیشرفته، به خاطر اینکه سطحمون، من هر چقدر بیام بیسیک آموزش بدم انگار من تو دوره بیسیک موندم. دقیقا درسته. و خب من عاشق این فضا، دوست دارم بیشتر یاد بگیرم، دوست دارم که طرفم حرفه‌ای تر باشه، که منم برم دنبال اینکه هی بیشتر و بیشتر تجربه کنم، تحقیق کنم و بی خودم رو آپدیت تر کنم. درسته، خیلی هم عالی، مرسی. یه نکته خیلی خوبه دیگه که بهش اشاره کردیم بحث بدن بود، که تو گفتی که از شاگردات مثلا حتی میخوای که جلوی آینه وایسن و به خودشون نگاه کنن که ببینن اصلا این بدن رو دوست دارن. میشه یه ذره از خاصیت رقص و اینکه آدم‌ها چجوری با بدن خودشون توی رقص آشنا میشن، آیا این باعث میشه که بدنشون رو بیشتر دوست داشته باشن، حس احترام میاره؟ یه مقداری راجع به این مسائل صحبت میکنی برامون؟ کلا رقصیدن باعث میشه که تو با آینه آشتی کنی. وقتی با آینه آشتی میکنی خودت تو آینه میبینی و خودت لذت میبری، از فرم انگشتای دستت، از فرم صورتت، از لبخندت، از قیافه جدید، از نمیدونم حرکت دستت کنار بدنت، از همه اینا، حرکت پاهات، از همه اینا لذت میبری. خب 100% همین اتفاق میفته دیگه. من ممکنه ساعت‌ها آینه باشه و تنها باشم، یا حتی سایم رو زمین بیفته، با سایه خودم ساعت‌ها تنهایی بتونم برقصم، خوش بگذرونم و تو عالم خودم باشم. 100% این اتفاق میفته. ممکنه که اوایلش حالا اون لذت نباشه، ولی خب باید بالاخره دوره بیسیک تموم شه، زنجیره حرکت ها ساخته بشه و تو بتونی بدن تو به حرکت در بیاری. مسلما هر چقدر تمرینت بیشتر باشه، خب انگار بیشتر با خودت وقت گذروندی و خب این اتفاق بیشتر میفته. خیلی هم عالی، ممنونم. و بالاخره برسیم به این نقطه که چه سالی عزیزم مهاجرت کردی و اگر دلیل شخصی هستش توی این برنامه دلیل نداره راجبش صحبت بکنیم، ولی اگر یه مقداری به این برمیگرده که شاید فضا میتونسته فضای بازتری باشه برای حرفه‌ای که تو دوست داشتی کار میکردی، آیا این دلیل مهاجرتت بوده یا نه؟ خب من همونجوری که گفتم سفر رفتن رو خیلی دوست داشتم و اونم به اندازه حالا رقصیدن بهم انرژی خوب میده و اصلا در ارتباط با کار منه. خب من توی ایران خیلی سفر رفتم، خیلی گشتم و تجربه هایی که حالا باید توی ایران میکردم رو برای خودم، برای اون هدف هایی که خودم داشتم تجربه کرده بودم و وقتش این بودش که خب بالاخره عمر ما یه تایم محدودیه دیگه. وقت این بودش که خب تجربه های بیشتری داشته باشم. شرایطش برام فراهم شد. نزدیک به 2 ساله که مهاجرت کردم، کمتر از 2 ساله، یا شاید هم نزدیک 2 ساله که مهاجرت کردم. خب توی این مدتم یه بار مثلا یه 9 ماه رفتم هند زندگی کردم. خب اون اولین تجربهم بود که خارج از ایران یه تایم طولانی زندگی کنم. اولش فکر میکردم که خب نمیشه و خیلی سختم بود، ولی کم کم اوکی شدم با این قضیه و به واسطه سفرهای زیادی که میرفتم وابسته کم کم وابستگیم به یه منطقه امن از دست داده بودم و خب شرایط سخت میشه، متفاوت میشه، ولی خب توی هر اتفاقی میتونه برات یه تجربه هایی داشته باشه، یه درسایی بگیری که مفید باشه دیگه و اون سختیشو بتونی بذاری کنار. من دوست داشتم که خب مهاجرت بکنم و حالا بتونم الان از اینجا به کشورهای دیگه سفر بکنم و تجربه همو بیشتر بکنم. درسته، خیلی هم عالی. و اینکه آرزو جان بعد از مهاجرت در کشور ترکیه الان زندگی میکنیم، بله. بعد در چه شهری؟ استانبول هستی؟ بله. یه مقدار راجع به اولا فضای هنری رقصی اونجا برایمون اگر توضیح بدی و بعدم اینکه چقدر بعد از مهاجرت سخت بود یا اتفاقا آسون بود که تو دوباره توی فضای رقصی قرار بگیری و فعالیتاتو ادامه بدی. خب اینجا من چون تصمیم داشتم که سفر برم خیلی نرفتم خودم رو درگیر کار حضوری بکنم و کلا من از کرونا، دقیقا من قبل از کرونا هند زندگی میکردم. از تایم کرونا خب میدیدم اونجا رقصنده‌های خارجی رو میدیدم که همه آنلاین کار میکنن. توی ایران اصلا باب نبود این قضیه، ولی خب من اونجا با این قضیه خیلی آشنا شدم. بلا فاصله که کرونا شد
من توی هند بودم و چون با این قضیه آشنا شده بودم تمام هنرجوام آنلاین با هم ادامه دادن و آنلاین کار کردن رو از اونجا تجربه کردم و ادامه دادم این قضیه رو. حتی این اواخر بیشتر خودم دوره‌های آنلاین میگذروندم و کمک مربیان بیشتر کلاس‌های حضوریمو میچرخوندن. ولی و خیلی برای من با شرایط من خیلی اوکی بود این قضیه و تصمیم گرفتم که اصلا آنلاین کار بکنم. وقتی هم مهاجرت خواستم بکنم اکثر هنرجوام بهم گفتن که ما دوست داریم که با خودت کلاس‌های آنلاین رو ادامه بدیم و منم این تاثیرگذاری رو دوست داشتم. برای همین گفتم که باشه و کلاسامو آنلاین کردم. حالا یه سریاشون بعداً سختشون شد یا ترجیح دادن که کلاس حضوری برن که خب خداحافظی کردن با این فضا، ولی خب خیلی هاشون هم ادامه دادن یا خیلی آدمای دیگه اضافه شدن به این قضیه. برای من به واسطه سبک زندگیم کلاسای آنلاین خیلی بهتر بود. الانم نرفتم دنبال این که یعنی یه مدت چند باری تست کردم ولی خب چون میدونستم مثلا من الان ماه آینده 1.5 ماه تو سفرم نیستم، خب نمیتونم برم اینجا کار حضوری بکنم. چندین اجرا رفتم اینجا که خوب بود، تجربه خوبی بود برام. ولی توی ترکیه بیشتر سبک هیپ هاپ خیلی روی بورسه و خیلی اینجا متقاضی برای این رقص هستش. من واقعا استایل من نیستش. حتی من چندین بار با دوست عزیزم رفتم این تجربه رو بکنم که ایشون خیلی تخصص خیلی خوبی توی اینجا دارن و خیلی هم با اینکه ایرانی هستن ولی هنرمند بنامی هستن، چه از لحاظ اینکه داور مسابقه باشن اینجا کلاس بذارن اینا. یعنی یک خانم ایرانی هستن که توی اینجا به واسطه سبک کارشون خیلی طرفدار هم دارن و موفق هستن. ولی خب سبک و تایپ من نیستش واقعا این سبک و خب به اندازه اونا من توی این فضا پیشرفت نکردم. ولی خب من رقص ایرانی رو دارم و بیشتر سمت کلاس‌های آفلاین و تولید محتوا تو یوتیوب و کارهای آنلاین هنرجوهای خودم توی این فضا دارم فعالیت میکنم و برام میگم به واسطه اینکه هنوز میتونم برای هنرجوهای خودم که توی ایران هستن ممکنه که از لحاظ مالی خیلی برای من صرف اقتصادی نداشته باشه، ولی این تاثیرگذاری رو دوست دارم و دارم همین روند رو ادامه میدم. مرسی. آره اتفاقا یکی از سوالایی که اومد تو ذهنم همین ماجرا بود که وقتی خارج از ایران زندگی میکنی در واقع توجیه اقتصادی خیلی نداره اگر شاگرد در ایران هستن و این همون عشق هست دیگه که تو چندین و چند بار توی حرفای مختلف بروز پیدا کرد. واقعا خیلی هم عالیه واقعا. مرسی. و ببین آرزو جان تو چون مثلا تازه از ایران یعنی نسبتا تازه از ایران خارج شده، فضای رقص توی ایران طی این سالهایی که تو از 9 سالگی شروع کردی تا 2 سال پیش که از ایران خارج بشید چقدر تغییر کرده؟ آیا بازتر شده، بسته تر شده، اجراها به چه صورت شده؟ قبلا مثلا خب خیلی به سختی اجرای بوغانوان انجام میشه ولی بعدها من احساس کردم که خب یه سری اجراهایی هم هستش که حالا بیشتر رقص سماع مثلا انجام میدن ولی آقایون هم جزو آدینس هستن. میخواستم یه مقدار راجع به این روند تحول فکری در واقع توی ایران توی این سالهایی که تو خود تجربه رقصی داشتی رو یکم برام توضیح بدی. خب خیلی تغییر کرد، واقعا تغییر کرد. مثل اوایلش خب خیلی محدود بود، اصلا فقط میگم 2-3 نفر بودن که رقصیدن رو آموزش میدادن و تو مجبور بودی بین اونا انتخاب بکنی. الان دیگه انقدر کلاس هستش که دیگه از اون ور شده واقعا و کلاس ها خیلی زیاد شده، اجراها خیلی متفاوت شد. همین که خب ما تونستیم تجربه تالار وحدت فنی سرنیا برام بکنیم خیلی لذت بخشه. الان سالن‌های خیلی متعددی هستش که اجرا میشه. حالا یه تایمی خیلی کیفیت این اجراها بالا بود به نظر من و بعدش خب به واسطه اینکه این قضیه حالا رشد کرد، چه حالا به صورت اصولی چه غیر اصولی، یه ذره کیفیتش تغییر کرد ولی یه تایمی تو نقطه اوج خودش بود. اگه اشتباه نکنم سال 98 به قبلش یه 4-5 سالی خیلی توی اوج خودش بود و خیلی لذت بخش بود واقعا. و
الان که خب خیلی همه چی خیلی پیشرفت کرده، هم توی سوشیال مدیا دیگه اصلا میتونین خودتون ببینید که چقدر کلاس رقص هست، چقدر اجرا میرن، حالا چه به صورت اجرای خصوصی چه به صورت اجرای با مجوز، چقدر گروه حرکت هستش و یا چقدر برای مناسبت ها توی مراسم عروسی ها دیگه حتما عروس داماد یه رقص هماهنگ اجرا میکنن، گروه رقص میبرن که 3-4 تا آهنگ برای سرگرم کردن مهموناشون اجرا بکنن برای زیبایی مجلسشون، یا برای مناسبت ها چقدر اجرا میشه رقصای محلی توی مثلا این نمایشگاه هایی که مثلا برای نمایشگاه های بومی محلی که برگزار میشه، حتی توی اونجا میتونستی بری توی هر غرفه که میرفتی رقصای محلی مختلف رو ببینی. خیلی بازتر شده و خیلی بیشتر داره اجرا میشه. حالا ممکنه که یه سری مثلا مخالفت های جایی باشون بشه یا یه سری قوانینی که داشته باشه که مختص حالا فضای ایرانه در حال حاضر، ولی خب خیلی پیشرفت کرده، خیلی زیاد. آرزو جون، یه سوالی که الان بهش هم اشاره کردی، این سوالم از اینجا اومد که این غرفه هایی که میگفتی و رقص درش اجرا میشه، آیا رقص بانوان هم نشون داده میشه یا خب بیشتر از بالاخره آقایان؟ رقصای بومی مدلیه که بیشتر زن و مرد در ارتباط با هم به خاطر اینکه دقیقاً. اون اتحادشون رو نشون بله. بدن و ریشه تو فرهنگشون داره و دارن یک آیین و سنتی رو دارن اجرا میکنن. حالا اون رقص بومیه ممکنه به خاطر مثلا بارش بارون باشه، به خاطر مثلا نمیدونم موفقیتشون توی جنگ باشه، نمیدونم، و بیشتر داستانای اینجوری رو داره تعریف میکنه. خب معمولا تمام اون اهالی اون منطقه اون رقص رو اجرا میکردن دیگه. خب پس زن و مرد کنار هم دیگه بودن. خب آره، با پوشش همون خاص خودشون این اتفاق میافتاد که هم آقا اجرا بکنه هم خانم. درسته، خیلی هم عالی. چون قبلا من سالهایی که من ایران بودم یا تازه از ایران خارج شده بودم و این رقصا رو میدیدیم، عموما خانم ها حذف میشدن از توی رقصای بومی در واقع، و الان برام خیلی جالب و قشنگ هستش که اگر اجازه میدن در واقع خانم ها و آقایون همزمان با هم رقص که متعلق به خودشون هست رو اجرا میکنن. و آرزو جون، پس برگردیم دوباره به یه سوالی که جا افتاد اینجا. من یه ذره عقبش انداختم به خاطر اینکه مطالب خیلی مهمی رو اشاره می‌کردی. آیا معماری که تو در واقع در دانشگاه خوندی رشته‌ای بودش که خودت با علاقه خودت انتخاب کرده باشی؟ چون توی ایران دوباره بحث کنکور وجود داشت و اینکه خیلی وقتا آدم‌ها رشته‌هایی رو می‌خوندن که لزوما حالا علاقه اولشون نبوده. ولی میخوام ببینم خودت معماری رو انتخاب کرده بودی، علاقه داشتی بهش؟ من خیلی درسم خوب بود وقتی که مدرسه میرفتم. موقع انتخاب رشته که شد اصلا توی خانواده مشکل این که هنر نمیتونی بخونی نداشتم و هر چی که دوست داشتم میتونستم انتخاب بکنم. و میگم خب من مادرم اصلا مشوق من بود و همیشه منو کلاس نقاشی میفرستاد، کلاس رقص فرستاد، ژیمناستیک میبرد، شاخه‌های مختلف، کلاس‌های مختلف منو میبرد و مخالفتی کسی با این نداشت که من بخوام هنر بخونم. من خیلی دوست داشتم که یا تئاتر بخونم یا گرافیک و نقاشی بخونم. خب موقع نقاشی هم حرفه‌ای میکردم، نگارگری میکردم، این کارا رو انجام میدادم. ولی خب چون درسم خوب بود، یکی از دوستام خیلی نشست با هم مشورت کرد که بیا و ریاضی بخون و برو رشته برق و پول پارو. دیگه خلاصه منو گول زد که برم رشته ریاضی بخونم. من تو رشته ریاضی واقعا پژمردگی داشتم میکردم، خیلی بهم روزای سختی بود، اصلا پیش دانشگاهی دوست نداشتم حتی مدرسه برم. برای همین تصمیم گرفتم که خب یه رشته‌ای رو انتخاب بکنم که توش هنر، نقاشی حداقل باشه و با یه ذره با روحیات من سازگار باشه. برای همین رشته معماری رو انتخاب کردم. من تا طرح آخرم هم دستی خیلی چیزا رو تحویل میدادم، یعنی نمیرفتم مثلا اتوکد و اینا استفاده کنم و دستی میکشیدم. و ولی خب واقعا رقصیدن رو خیلی بیشتر دوست داشتم. بعد از اینکه خب دانشگاهم تموم شد به صورت حرفه‌ای رفتم که همین دنیای رقص رو ادامه بدم. ولی خب میگم از طرف خانوادم هیچ محدودیتی نداشتم، انتخاب اشتباه خودم بود. نه چرا حال اشتباه. آره من خب اتفاقا میخواستم الان سوال بعدیم در واقع همین بود که میخواستم ببینم که در معماری آیا
اون جنبه های هنری که داشتی، حالا غیر از میتونست خیلی بهتر نقاشی. از این باشه. آها، مثلا میتونستی من یک رشته باشه همیشه که توی مرتبط. دانشگاه، خب من تو دانشکده هنر بودم، با اینکه آها. معماری میخوندم، طبقه پایینمون موسیقی بود، طبقه پایینمون نقاشی بود و من با حسرت اونا رو نگاه میکردم. مثلا میمادم تو زنگای خالی میمادم نه اونا دارن ساز میزنم، اما مسخام ناخودآگاه شروع میکردم حرکت کردن و رقصیدن. اون فضا رو دوست داشتم، بیشتر درسته. با روحیه من سازگار بود. یا نقاشی و لذت میبردم ازش، ولی خب من مال فضای معماری نبودم. اوکی. حتی میگم یه پیشنهاد شغلی خیلی خوب داشتم بعد از اینکه کارمو تمام کردم، ولی خب انتخاب نکردم چون درسته. من هنر رو بیشتر دوست داشتم. یعنی میدونم که معماری هم جز هنرهای اصلیه، ولی خب نقاشی، تئاتر، رقص، اینا بیشتر با روحیات من سازگار بود. موسیقی، من الان مثلا شروع کردم چند وقتیه که ساز چنگو دارم یاد میگیرم. خیلی برام سخته واقعا، خیلی فضای چالش برانگیزیه، ولی بعضی موقع میبینم مثلا چند نفر دارن ساز میزنن، با نگاهشون با هم دیگه حرف میزنن، اصلا خیلی لذت میبرم. واقعا حسودی میشه اصلا بعضی موقع به اون حسی که اونا دارن، به اون هنری که دارن. واقعا خیلی لذت بخشه و خودم آرزو میکنم که کاشکی منم توی این فضا بودم. مرسی، خیلی ممنون از صحبت که کردی. اتفاقا من اینجا یعنی یادداشت کرده بودم برای خودم، چون مثلا که همسرت گفته که ایشون موزیسین هستن، من بله. میخواستم که این سوالا اینطوری باهاش شروع بکنم که اولا که در رقص فکر میکنی دانش موسیقی داشتن تا چه حد میتونه به رقصنده کمک بکنه؟ بعضیا این اعتقاد رو دارن که بعضی چیزهایی در موسیقی مثل ریتم میتونه ذاتی باشه، یعنی تو میتونی به صورت حسی درکش بکنی، ولی در بعضی ها ممکنه که این حسه وجود نداشته باشه و تا نرن و در موسیقی در واقع چیزهای ابتدایی رو حداقل یاد نگیرن، خیلی هم نمیتونن توی رقص حداقل با موسیقی خیلی عجین باشن و خیلی روی ریتم برقصن. تو نظرت تو این زمینه ها چی هست؟ فکر می‌کنی تا چه حد درک موسیقی لازم هستش؟ خب خیلی مهمه. البته که من میگم رقصیدن حتی میتونه بدون هیچ موسیقی هم انجام بشه. یعنی میگم ممکن اصلا خیلی جاها با صدای طبیعت شروع کنی، با اون صدای محیطی که میشنوی شروع کنی بدن تو حرکت بدی. ولی خب برای اینکه کار حرفه‌ای بکنی، آدم هر چقدر بیشتر بدونه خب بهتره دیگه. خیلی ساده اگه بخوام بگم. ولی خب یه جاهایی خب ممکنه تو بری آکادمیک بخونی و خب این سرعت پیشرفت تو بهش کمک بکنی. ولی خب یه موقعی هم هستش ممکنه یه سریا اصلا دنبال این نبودن، حتی تو فضای ایران دنبال این نبودن که برن بخش موسیقی و موزیکالی هر رقصی و حتی بخوان یاد بگیرن و با تجربه کردن، تکرار کردن و شنیدن اینو کسب کرده باشن. ولی خب مسلما خیلی بخش مهمیه، به خصوص مثلا تو رقص بال، تو همه شاخه‌های رقصی اصلا آدم نمیتونه بگه. ضرب و شناختن و تونستن با ضرب موسیقی هم حرکت کنی، خب خیلی چیز اتفاق مهمیه دیگه. واقعا یک گزینه خیلی مهمه. درسته. و یه مقداری چون هم برامون توضیح میده که در رقص ایرانی چقدر این مسئله، یعنی چقدر رقص ایرانی داره روی موسیقی اتفاق میفته. چون مثلا میتونه رقص معاصر باشه که لزوما قرار نیست خیلی میدونی مثلا چفت بشه روی هر آنچه که در موسیقی اتفاق میفته، ولی توی رقص ایرانی چقدر این رابطه موسیقی و رقص مهم هستش. یکی این قضیه و دوم این که تو چون خودت کار آموزش رقص رو انجام میدادی، میخوام بگم از تجربه‌هات برامون بگی که آیا این تجربه رو داشتی که هر چقدر تلاش میکردی از روش‌های مختلف وارد میشدی نمیتونستی موسیقی رو تو بدن هنرجوت بیاری، و آیا مثلا بهش پیشنهاد میده که برو یه کلاس موسیقی مثلا یه سازی بزن که شاید از طریق میدونی با یک وسیله موسیقی در ارتباط بودن و خیلی نه که حرفه‌ای تر به صورت مثلا ساعت‌های بیشتری تو در واقع درگیر موسیقی باشی، شاید این بتونه توی رقص در واقع اثر بذاره. خب برای رقص ایرانی که خب 100% باید این دانش رو داشته باشین. چون مثلا میگم ما یکی از کارهایی که در کنار استاد عزیزم انجام دادیم، استاد من خانم هایده کیشیپور بودن، هستن هنوزم، دستگاه های ایرانی رو طراحی کردیم. خب خیلی
تجربه متفاوتی بود برای من و خیلی به اون کلاس طراحی واقعا خیلی منو قوی تر کرد. باید حتما بدونن و خب میگم یه موقعی هستش که تجربه این قضیه رو درک میکنه، یه موقعی هستش که نه این وقت رو میذاره. خب همه اینا و یا هنرجوهای من، سوالی که پرسیدین، همه اینا توی فضای ایران بسته به این داره که تو چقدر این قضیه برات انتخابته و تو میخوای که رقصنده باشی. خب خیلی کم پیش میاد توی ایران، به خاطر اینکه خارج از ایران کسایی که رقصنده هستن خب این حرفشونه و این اتفاق به تازگی داره توی ایران میفته که حرفه تو این باشه که مربی رقص باشی یا رقصنده باشی. حالا خیلی هم تازه نیست ولی خب بالاخره اتفاق جدیدیه. ولی خب خارج از ایران اون کسی که رقصنده است یه کمپانی داره که اسپانسرش میشه، از لحاظ مالی تامینش میکنه، برای اجراهایی که میره درآمدزایی میکنه، کلاساشه و بالاخره یک رشته، یک هدف زندگی، یک لایف استایل، یه انتخاب شغلیه. همه اینا میتونه باشه. ولی خب توی ایران کمتر این اتفاق میفته یا اتفاق جدیدیه. خب الان من خیلی بیشتر میبینم که همه دنبال این برن که ساز یاد بگیرن یا قسمت موزیکالی هر رقصی رو بخوان راجبش یاد بگیرن. ولی خب قبلا کمتر این اتفاق میفته. ولی خب مسلما اون کسی که با فضای موسیقی آشنا بود تاثیر بیشتری داشته، یعنی بهتر میتونست با این فضا ارتباط برقرار بکنه. ولی خب ما توی کلاسام بودن که بپرسیم ازشون یا بخوایم یاد بگیریم، یا من خودم دنبال این برم که یاد بگم، یا هنرجویی هم داشتم که توی ورکشاپ های موسیقی شرکت میکردن و اینو یاد میگرفتن. توی کلاس های باله که خب بیشترین اتفاقی که میافتاد، یعنی این که شما گفتین من ببینم که روی بدن اون طرف رقص نشینه، من بیشتر توی کلاس‌های باله، خب به خاطر اینکه حجم تکنیکا سخت‌تر میشه، شناخت ریتم پیانو و ضربای پیانو، اینو بیشتر توی کلاس‌های باله تجربه کردم، با اینکه خب سعی می‌کردم براشون توضیح بدم و بهشون یاد بدم. ولی خب زمان بیشتر میبره نسبت به شاخه‌های دیگه رقصی تا اینکه با این ریتم و آهنگا بچه‌ها بتونن هماهنگ بشن. خیلی هم عالی، مرسی از توضیحاتی که دادی. من فقط سعی می‌کنم که یه جورایی مختصر تو آره میتونم، مرسی. آره چون دوست داریم راجع به دقیقاً جنبه‌های مختلف صحبت دوست دارم خیلی از مباحث رو باز کنم، بیشتر راجعش صحبت بکنم، ولی خب سعی می‌کنم یه ذره هم با زبان ساده صحبت بکنم، خیلی کار خوبی، خیلی تکنیکی نباشه که خب برای همه چون میشنون و میبینن این برنامه رو براشون قابل فهم و درک باشه. همین که یه ذره از هر سمت توضیحات بزنم که کوتاه بشه و بتونیم بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی هم ممنون، مرسی. دقیقاً یکی از مهمترین هدف منم همین هستش که برای کسانی که کمتر در مورد رقص میدونن، نه کسانی که به صورت حرفه‌ای درش دخیل هستن، یه مقدار میتونه یه پلتفرمی باشه که اونها هم بتونن یه چیزایی بشنون و یاد بگیرن و شاید همین دوباره ترغیبشون بکنه که یه مقدار دنبال این هنر بیشتر برن. و اینکه همسر یک موزیسین بودن چطوره؟ شما جفتتون هر دو کار هنری میکنین و این قضیه چقدر در واقع توی کارت رو بهت کمک کرده، یا شاید برعکس، شاید کارت رو به همسرت کمک کرده باشه. ولی کلا این ترکیب به نظر ترکیب خوبی هست و ترکیب برنده‌ای هست. من همسرم موسیقی الکترونیک کار میکنه و یکی از دلایل پیشرفت من هم واقعا وجود همسرم بوده، به خاطر اینکه خب جایی که ایشون پلی میکرد من میتونستم اجرا بکنم و این اجراهای متعدد باعث شدش که خب من خیلی قوی بشم تو اجرا کردن، تو بداهه رقصیدن به خصوص. چون الان هر کسی خب فکر میکنه که بداهه رقصیدن یعنی که بلند شه و یه سری حرکت ها رو انجام بده. خب نه، به نظر من اینجوری نیست. بداهه رقصیدن یه کار خیلی سخته به نظر من، چون باید تو ریتم موسیقی رو حدس بزنی که قرار بعدی چه اتفاقی بیفته و بدونی که از چه حرکتی متناسب با اون ریتم استفاده بکنی و یه کار خیلی سخته. اینجوری نیستش که حالا هر کسی هر تکونی به بدنش داد اون بشه رقص بداهه.
من به واسطه تجربه خودم، البته نظر منه، چون این تجربه رو داشتم که خیلی بداهه برقصم و شاخه‌های مختلف رقصی رو کار کرده بودم، این که الان کدوم رو با چی ترکیب بکنم، ریتم و حدس بزنم، اجرا بکنم، کار سختی بود و این باعث شدش که خب من یه ذره قوی بشم توی دنیای رقص و اعتماد به نفسم بالا بره و ترسم بریزه و خیلی تاثیر مثبتی داشتن ایشون توی فضای زندگی من. خب ایشون کار سفر رو انجام میدادم، من به واسطه اینکه کنار ایشون بودم، البته خواسته خودم هم بود. مثلا قبل از اینکه با همسرم آشنا بشم یه بار به پدرم گفتم من دانشگاهم تموم شه، من فقط میخوام دیگه برم سفر و انگار من اینو خواستم که اصلا ایشون تو زندگی من باشه، چون سفر زیاد میرفت و به واسطه سفرهایی که رفتیم با فرهنگ‌های مختلف، شاخه‌های مختلف رقصی باز آشنا شدم و خب حامی من بوده همیشه و پوش میکرده منو. خیلی دوست داره مثلا ما تو خیابون میریم، اگر از این نوازنده‌های خیابونی باشیم من حتما باید با اونا برقصم. یعنی به من قول، از من اصلا یکی از قولایی که گرفتیم بودش که ما بعد از اینکه رفتیم ترکیه زندگی کردیم و به من قول بدی هر جا نوازنده خیابونی دیدیم خودت بری برقصی، نگی نمیرقصم. و میگم همیشه منو هول داده به سمت اینکه تولید محتوا حتی بکنم. خودش ازم ویدیو میگرفت، اوایل که اصلا ویدیوهامو خودش ادیت میکرد، بعد حالا دیگه الان خب خودم این کارو انجام میدم و برای من ترکیب برنده بوده. چقدر عالی، واقعا تبریک میگم بهتون. مرسی. من و ببین عزیزم، این مسائلی که تو راجع بهش صحبت میکنیم بسیار مهم هستن و من نمیتونم ازشون رد بشم. مسئله بداهه یکی از مهمترین مباحث فکر میکنم توی رقص، مخصوصا توی فرهنگ ما و توی رقص ایرانی. خیلی از عزیزان فکر میکنن که ما چون توی مهمونی بلند میشیم و میرقصیم همینطوری بدون هیچ برنامه خاصی، بدون هیچ طرح خاصی، اون اسمش بداهه هستش. اون رقص مهمونی اسمش. آفرین، مرسی، خیلی ممنون. من خیلی دوست داشتم راجع به این قضیه صحبت بکنم، چون وقتی روی استیج مثلا تو داری به صورت بداهه یک کاری رو اجرا میکنی، همونطور که اشاره کردی بسیار کار مهمی داری انجام میدی. یعنی توی مغز در هزارم ثانیه همه جور تحلیلی داره انجام میشه. از اینکه به قول تو آدم باید پیش بینی بکنه بعدش داره چه، چون موسیقی هم داره خیلی وقتا به صورت بداهه اتفاق میفته وقتی تو داری بداهه میرقصی. در نتیجه تو به جای موزیسین هم خودتو جای اون هم میذاری و به جای اون هم فکر میکنی. و یه مقداری برای اینکه دوستانی که اصلا کلا توی فضای رقص نیستن با این قضیه آشنا بشن، یه کوچولو اینو بیشتر باز میکنی برامون که بداهه به عنوان کسی که حرفه‌ای میرقصه در واقع این بداهه چی هست و چرا انقدر مهم هستش. خیلی ها رو مثلا میبینم که خب به قول شما همین رقص مهمونی و رقص بداهه میدونن، یا خیلی ها رو مثلا من میبینم که ویدیوهایی رو انتشار میدن که یه موسیقی داره همینجوری پخش میشه و اون شخص داره یک زنجیره حرکت ها رو اجرا میکنه، ریتم تون میشه، مثلا اون همون ریتم ثابت خودشو داره، ریتم آروم میشه، همون دوباره همون اتفاق داره میفته. یا خیلی ها رو میبینم که به این میگن رقص بداهه. خب من خودم اینو بداهه نمیدونم، من میگم که باید یه ذره اون شنوایی موسیقی باشه و بلد باشی که چجوری این زنجیره حرکت ها رو به هم دیگه وصل بکنی، صرفا فقط نچرخیزه، بتونی همه اون تکنیک هایی که مهمه برای یک اجرا رو توی اون اجرای بداهت به نمایش بذاری. اینا همه حالا میگم نظر شخصی خودمه. و اینکه خب یه سریام میگن که خب شروع کن بداهه برقص و از تو اون بداهه رقصیدنت یک ترکیب حرکتی در بیار. خب این باز میتونه یه ذره کمک کننده باشه برای کسی که میخواد طراحی بکنه، ولی خب بیشتر شنیدن موسیقی، فکر کردم به این که از چه تکنیکایی میتونی استفاده بکنی. من خودم یعنی اینجوری طراحی میکنم، اینجوری نیستم که بلنشم همینجوری برقصم و بعد از توشم یه طراحی در بیارم، نه. خیلی راجع به اول موسیقی رو خیلی گوش میدم. اول میگم همیشه موسیقی بعد من رو عاشق خودش بکنه که برم سراغ طراحی کردنش. بعد موسیقی رو خیلی گوش میدم، ترجیحاً سعی میکنم تنها باشم، مثلا بذارم میذارم روی تکرار و هی اون آهنگو گوش بدم، به تکنیکایی که میتونه با هم دیگه ترکیب شه فکر کنم و بعد بیام اجراش بکنم. و من این استفاده ها رو از رقص بداهه نمی کنم واقعا. و میگم سعی کردم که حالا چون توی رقص بداهه هم
خب اکثر موقع ها ترکیبی کار میکنم، یعنی تلفیق میکنم شاخه های مختلف رقصی رو که کار کردم. خب قبلش انرژی گذاشتم برای اینکه اصالت اون رقص رو یاد بگیرم و حالا اومدم بر اساس اون حسی که داشتم و موسیقی که میشنیدم، بر اساس اون حال درونیم شروع کردم بداهه رو اجرا کردم. خیلی هم ولی عالی خب هست. بازم میگم اون ریتم خیلی مهمه و اینکه تو از اون تکنیک هایی که خب اون زنجیره حرکتی که داری میسازی متنوع باشه، اینا خب خیلی میتونه مهم باشه. دقیقا دقیقا. و اینکه به عنوان سوالهای آخر قول میدم انقدر دارم لذت میبرم از صحبت کردن با دلم نمیخواد مرسی، بذارم بری. لطفه. ولی میدونم تایمت هم محدود هستش و حسابی ممنون، گرفتار مرسی. کلاس ها هستی، ولی به عنوان سوالهای آخر میخوام اینم در موردش صحبت بکنیم. این مسئله‌ای که گفتی که موسیقی رو انقدر تکرار میکنی و گوش میدی، آیا اینطوری هستش که در واقع اون موسیقی انقدر با خودت باهات عجین میشه که وقتی شروع میکنی به طراحی کردن انگار که دیگه اون موسیقی است که داره صحبت میکنه، یعنی انگار که اون میخواد از طریق حرکت بگه که آقا حرف من اینه؟ آیا یه همچین حسی بهت دست میده؟ بعدش که بعضی موقع کلیپامو میبینم، آره خیلی این حس رو میکنم. ولی و این حس لذت خودمه. حتی بعضی موقع به این فکر میکنم که اگر کسی این ویدیو رو ببینه، واقعا اون حسی که انگار عاشق هر کدوم از اون ویدیوهایی میشم که خودم طراحی میکنم. و خیلی هم دوست دارم همیشه متنوع باشه. خیلی دوست ندارم از حرکت های تکراری استفاده کنم. سعی میکنم شاخ و برگ بدم، همون حرکت بیسیکی که بلدم. و حتی ممکنه مثلا یه حرکت خیلی ساده باشه ولی تصمیم میگیرم مثلا حتی زاویه دستم توی طراحی بعدی تغییر بکنه. این کار رو خیلی دوست دارم انجام بدم. یا حتی بعضی موقع که خیلی آهنگ رو تدریس میکنم یا خیلی خودم اجراش میکنم، دیگه دوست ندارم برگردم بهش. دوست دارم برم سراغ نوآوری یا خلق یه طراحی دیگه. ولی خب چرا یه سریاشونو که نگاه میکنم واقعا این حس رو دارم و بعضی موقع دوست دارم مثلا ببینم که ممکنه مثلا کسی بیاد دوباره اینو نگاه کنه و همون حس منو داشته باشه یا نه. آره این اتفاق خیلی میفته. خب بعضی ممنون. موقع هم خب شما میایم بر اساس کلام خواننده طراحی میکنین. بعضی موقع مجبور میشه آدم که مثلا اون کلام رو با حرکتش خیلی واضح نشون بده. مثلا اگه به سرت اشاره کنه دستتو کنار سرت بیاری، به مثلا دهن اشاره کنه مثلا دستتو بیاری، مثلا میدونی مثلا یه بر اساس اون لیریکس کوریوگرافی بکنی. ولی خب یه جایی هم نه، ممکنه تو یه حرکتی بذاری که اصلا ربطی نداشته باشه به اون کلام خواننده ولی الهام تو باشه. درسته. آرزو جون، به عنوان صحبت آخر، اولا اگر چیزی هستش که من جا انداختم و مهم باشه که تو دلت بخواد راجع بهش صحبت بکنی، خواهش میکنم این کار رو بکن. و دوم اینکه اگر یه صحبتی بخوای بکنی با مخاطبا، مخصوصا با ایرانی ها، حالا چه در ایران خارج، چون این برنامه به صورت زیرنویس انگلیسی هم خواهد داشت و امیدوارم که مخاطب غیر ایرانی هم ببینه این برنامه رو. و اینکه اگر میتونه هر چیزی باشه، میتونه یک پیشنهاد باشه، میتونه یه درخواست باشه، یه گله باشه، هر چیزی که حرف دل خودت هستش، این گوی و این میدان در واقع. من واقعا همیشه میگم که همه رقص رو به زندگیشون بیارن، چون با رقص موسیقی میاد و تو تنهایی خودت میتونی با خودت کلی خوش بگذرونی. وقتی که رقصنده هستی کلی هیجانات داری و خیلی تاثیر میذاره رو روابط اجتماعیت، روی برخوردات. صرفا این نیستش که تو برقصی، توی طرز ایستادنت، مدل نگاه کردنت، توی همه اینا میتونه تاثیر بذاره. و یه صحبتی که واسه رقصنده ها دارم اینه که اینکه خودتون خودجوش رقص رو برقصیدن رو یاد بگیرین خیلی کار خوبیه، ولی مربی داشتن خیلی بهت کمک میکنه که پیشرفت بکنی و با دیدگاه‌های جدید آشنا بشی و حتی یه جایی که تو نمیدونی مثلا کجای کارت اشتباهه، اون طرف بتونه بهت راهنمایی بکنه. کلاس رفتن خیلی خوبه. همیشه آدم نباید همه چیز رو خودش به تنهایی یاد بگیره. این خیلی خوبه که تو پا بذاری تو این مسیر، ولی خب مربی داشتن هم خیلی بهت کمک میکنه. کلا اینکه رقصان باشین، لحظاتتون با رقص بگذره
همین دیگه. و خیلی اینکه عالی. هنر داشته باشین، یه هنری داشته باشین، چون هنر داشتن این همه جا میتونه به کار تو بیاد و کمکت بکنه. توی میتونی. مهاجرت میتونه کمکت بکنه، تو سفر میتونه کمکت بکنه. من ممکن بود یه جایی اصلا یه سری دوستایی داشتم که خیلی زبون همون نگه نمیفهم، یا حتی یه سری اساتیدی داشتم که با هم دیگه نمیتونستیم صحبت کنیم. مثلا من یکی از استادام ارمنی بود، ارمنی صحبت میکرد، انگلیسیشون هم خوب نبود. ما هم که خب فارسی صحبت میکردیم، ولی ما سالیانی با هم دیگه کلاس داشتیم، چون زبان ما زبان حرکت بود و خیلی بهمون کمک میکرد این حرکته. و میگم در واقع رقصم داشته در واقع آیا به دنیای تو، یعنی دنیا تو وسیع تر میکنه، درست؟ خیلی 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 عالی. زیاد. مرسی، واقعا خیلی ممنون از ممنون. وقتت عزیز دلم، خیلی لذت ممنون بردم، لطف خیلی چیز کردین، ازت مرسی یاد از شما، گرفتم. ممنون مرسی. لطف کردین. قربونت برم، انشالله همیشه موفق باشی و رقصان باشی. همچنین همچنین مرسی ممنونم، عزیز دل، مرسی. قربان برم، خوشحال شدم، خداحافظ. روزت خوش، خدا نگهدار.